سلام دوستان گل. ببینید زندگی روستایی چقدر باحاله. ماستشون شیرشون، ماستشون، پنیرشون همه رو تو خونه درست میکنن، دستی درست میکنن. نونشون رو ببین، به به به، نونی که تو تنور میپزن چه حالی داره، چه صفایی داره. دیدن این مناظر سرسبز و زیبا، بوی عطر نون خونگی که تو تنور با هیزم میپزنش، آخ با ماستش، دوغش رو وقتی سر سفره بیاری نهار تو گرمای تابستون چه حالی میده. نمیدونی، یعنی من زندگی کردم اون روغن حیوانیش تو برنج میریزی اصلا چه لذتی داره. یعنی فقط باید تو روستا زندگی کنی، باید بچشی طعمشو تا بفهمی من چی میگم. یعنی من روستا زندگی کردم، رفتم، خیلی باحاله. یعنی یه لذتی داره، لذت خاصی داره، خیلی اصلا حال میکنه آدم اصلا.